سلام دوستان و همراهان همیشگی، وحید شایی هستم. تو این کلیپ قصد دارم روش ساخت دیدبان اختصاصی از سایت TSC TMC رو خدمتتون آموزش بدم. ابتدا به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس ایران یا همون tsctmc.com میریم. حالا اینجا روی گزینه دیدبان بازار کلیک میکنیم. حال روی گزینه فیلتر کلیک میکنیم. اینجا صفحه میاد که میتونیم فیلتر نویسی خودمون رو اینجا انجام بدیم. فیلتر شماره 1 یا می نویسم دیدبان شخصی یا هر اسمی که شما دوست دارین. خب یه سری نمادها رو بنده کپی کردم، حالا اینجا میارم. خب هر یک از این فیلترها برای یه نماد هست. من 6 تا نماد رو انتخاب کردم. به طور مثال می نویسیم I18 ایندکس آف خودرو، نماد خودرو، 2 تا مساوی 0، بعد 2 تا خط موازی عمودی که نشانگر یا هست. این نشون میده که یعنی بین نمادها نمادی که کلمه خودرو داره رو برامون نشون بده. پس نماد خودرو نشون میده. همینطور یا نماد اخابر، یا ونوین، یا فولاد، یا نوری و یا پترول. دقت داشته باشید که برای آخرین نماد دیگه یا قرار نمیدیم و اینو پاک میکنیم. اگه داشته باشه خطا میگیره و فیلتر کار نمیکنه. بعد اینکه اینا رو انجام دادیم میام اعتبار سنجی میزنیم. خطایی در کد مشاهده نشد، پس فیلترمون درسته و ثبت رو میزنم. مشاهده میکنید که نمادهایی که نوشته بودم ظاهر شدن. حالا اگه بخوایم یه مورد دیگه هم به این دیدبان اضافه کنیم، به این شکل عمل میکنیم. یکی از اینا رو کپی میکنم، اینجا دوباره پیست میزنم. به طور مثال نماد فارس، اعتبار سنجی، ثبت. مشاهده کردین که نماد فارس به اینجا اضافه شد. یکی از مشکلاتی که اغلب واسه همه پیش میاد اینه که وقتی اینجا نماد فارس اضافه میکنم دیگه تو این قسمت اسم نماد رو نمیاره. برای این کار میتونیم به این شکل عمل کنیم. در قسمت جستجو اسم نماد رو سرچ میکنیم. نماد مورد نظر رو باز میکنیم و اینجا اسم نماد رو کپی میکنیم و میاریم در فیلتر خودمون قرار میدیم. دوباره ثبت میزنیم و اینجا ظاهر میشه. این مرحله واسه دوستانی بود که به روش اول اسم نماد رو نمی آورد. با این روش میتونید امتحان کنید و جواب بگیرید. اینجا مشاهده میکنیم که نمادهای ما با توجه به صنعت دسته‌بندی شدن. حال اگه گزینه تنظیم ها رو بزنیم، در این قسمت گروه بندی صنعت رو حذف میکنیم و بدین شکل برامون نشون میده. اما همه ما دوست داریم که تابلوهای معاملاتی همه این نمادها رو مشاهده کنیم. برای این کار روی قسمت قالب نمایش کلیک میکنیم و کارتی 3 سطری رو انتخاب میکنیم. حالا مشاهده میکنید که نمادهایی که انتخاب کردیم به صورت کارتی 3 سطری نشون داده شده و میتونیم به راحتی
تابلوهای سهام مورد نظر خودمون رو در کنار هم و یکجا رصد کنید. همچنین میشه دیدبان‌های دیگری مشابه همین ایجاد کرد. بنده این فیلتر رو در قسمت دیسکریپشن قرار دادم تا بتونید به راحتی ازش استفاده کنید. در نهایت اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنید و کامنت بذارید. همینطور دکمه سابسکرایب یا مشترک رو بزنید و کانال ما رو حمایت کنید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.